اسنوپی، شاید او رو بعد معروف ترین سگ دنیای انیمیشن بدونیم. با ما همراه باشید. اسنوپی توسط چارلز ام شولز در 4 اکتبر 1950 خلق شد. او در بیشتر کشورها حتی از شخصیت اصلی کمیک استریپ خود یعنی چارلز بران معروفتره. اسنوپی از سگ نژاد بیگل دوران کودکی شولز الهام گرفته شده. شخصیت اون رو میشه به وفادار، خوش اخلاق، تخیل باف و تنبل خلاصه کرد. او با وجود اینکه صاحب خودش گاهن اسمش رو به یاد نمیاره و او رو مسخره میکنه، اما عشق و محبت خود رو از اون دریغ نمیکنه. شولز از خودش میگه که برای زنده ماندن به دنیای خیالی خودش عقب نشینی کرده تا از زندگی کسل کننده فرار کنه. او حتی خیال میکنه که صحبت میکنه و تنها این یک خیال در ذهن اونه. او در عالم خیال پردازی خودش یک خلبان ماهر، نویسنده و یک بازیکن بیسبال حرفه‌ایه. اسنوپی چارلی توسط تیوی گاید به عنوان هشتمین شخصیت برتر کارتونی تمام دوران معرفی شدند. اسنوپی فراتر از دنیای بادام زمینی و کمیکی خودش رشد کرده. او در جهان به نماد وفاداری و خیال پردازی تبدیل شده. در انیمیشن های زیادی حضور داشته که همه آنها مورد استقبال قرار گرفتند. حتی کالاهایی که مربوط به اسنوپی میشد یا عکس او روی محصولات درج شده بود فروش خوبی رو تجربه میکرد. اما دلیل این استقبال چیه که با وجود نقطه ضعف هایی که نمیتونه صحبت کنه و یا حتی شخصیت اصلی داستان نبود همیشه مورد استقبال مردم قرار میگرفت؟ اولین مورد وفاداریه. وفاداری او به چارلی نمادی از دوستی واقعیه که هیچ وقت شکسته نمیشه. سادگی و صداقتش باعث میشد که مخاطب با او به راحتی ارتباط برقرار کنه و خیال پردازی او که یادآور این بود که رویاها و امیدواری رو هیچ وقت دست نده. در دنیا از نماد و نام اسنوپی به طور رسمی خیلی استفاده شده. این لیست خیلی طولانیه و من به عنوان مثال چند تا عنوانش رو خدمتون عرض میکنم. در 2 نوامبر سال 2015 در پیاده‌رو مشاهیر لس آنجلس صاحب ستاره شد. ماژول قمری آپولو 10 به نام اسنوپی نامگذاری شد که البته این اتفاق میتونست پایان نماد اسنوپی باشه اگر برای آپولو سانحه‌ای روی میداد، اما خوشبختانه با موفقیت انجام شد و اسنوپی در اوج باقی ماند. جایزه نقره‌ای اسنوپی یک افتخار ویژه ناساست که به شکل یک سنجاق با حکاکی اسنوپی و کلاه پرواز او توسط یک فضانورد به کسی که در کار خود فراتر از استانداردهای کیفیت ایمنی پیشرفت کنه اهدا میشه. از اسنوپی ساعتها میشه گفت، استفاده به عنوان نماد یک هواپیما، نامگذاری نام فرودگاه و غیره. اما چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد خاطرات میلیون ها نفره که با تماشای او شیرین ساخته شده.